یکی از مشکلات رایج توی مدل سازی فولادی داخل نرم افزار رویت درست ننشستن تیرها توی محل اتصاله. به خاطر همین میایم از یک ابزاری استفاده میکنیم تا بدون دردسر بیایم این اتصالات و بریدگی ها رو بر خودمون انجام بدیم. مثلا شما الان دو تا تیر رو دارید ملاحظه میکنید که گوشه هاش به درستی پخ نخورده و اتصال صحیحی نداره که میتونیم با استفاده از ابزار کپ این کار رو انجام بدیم. میتونید وارد تب استیل بشید، در اینجا بر روی ابزار کپ بزنید، یا میتونید وارد تب مودیفای بشید، دوباره اینجا ابزار کپ رو داریم، روش کلیک بکنید. با استفاده از کنترل تیرهایی که نیاز دارید رو انتخاب بکنید و بعد روی اسپیس بزنید. الان تیر اومده کلا برش داده که ما اینجا یه گزینه‌ای داریم میتونه اولویت المان ها برای اتصال ها رو بیاد عوض بکنه، که مثال ما یه دونه تیر A داریم، یه دونه تیر B داریم و فرض بر این میگیره که تیر B مون بیاد برش بخوره. به خاطر همین اگر این اتفاق براتون افتاد، اینجا تیر B رو برامون گذاشته، زیرش رو کلیک بکنید و ملاحظه کنید که نوع اتصالش کاملا برامون انجام شد. همین اتفاق برای اینجا هم هست. ابزار کپ رو دوباره میزنم، با استفاده از کنترل اونها رو انتخاب میکنم، اسپیس میزنم. اگر برشش به این شکل شد دوباره میام اون رو تغییر میدم تا نوع اتصال برامون درست انجام بشه.